ماشین شاه ایرانه. شماره پلاکش هم دارم و مدارک و تمام اسنادی که ثابت میکنه این ماشین مال شاه ایران بوده. این ماشین مخصوص شاه ایران محمد رضا پهلوی ساخته شده بود. ایشان شخصا در اوایل سال 1971 از کارخانه لامبورگینی ایتالیا دیدن کرده و وقتی این ماشین تحویل داده شد یکی از صدها ماشین متعلق به ایشان محسوب میشده است و گزارش شده است که این ماشین مورد علاقه ایشان برای رانندگی بوده است. این ماشین تحت حفاظت گارد سلطنتی در کاخ تهران نگهداری می شده و پس از خروج ایشان طی انقلاب ایران این ماشین در سال 1995 به دبی فروخته می شود. حدود 8 ماه طول کشید تا این ماشین رو به دست بیارم. جور کردن همچین چیزی اصلاً آسون نیست. در کنار تاریخچه مالک ماشین، این ماشین دارای خصوصیت منحصر به فرد دیگری هم هست که مورد پسند مجموعه رحیم خالد واقع شده است. همونطور که می‌بینین من لامبورگینی های زیادی دارم و اینم تو اون زمان